روز یک حدیث خوندم در تای پل صراط یک اژدها را 16 تا دندون داره، هر یک دندونش در میگه بروز در 7 سال راه میره. اگر بنابی دهانی هم داره. روز یک حدیث خوندم در تای پل صراط یک اژدها را 16 تا دندون داره، هر یک دندونش در میگه بروز در 7 سال راه میره. اگر بنابی دهانی هم داره. اینجا میدان حشر است، اینجا جنت است. تو که توحید آمی بر موحدین است، پل صراط بر کافران نیست، بر مسلمان های موحد است. کافر خزم دروازه داخل دوزخ میشه. از این سر پل صراط کی تیر میشه؟ نبیین، صدیقین، شهدا، اولیاء الله، مسلمان ها. یا از سر پل برشون میگه شما از این پل برین به جنت. خب خود دوزخ است، از سر بام دوزخ فهمیدین؟ تو میری راستن به کجا؟ به جنت. این حال از این پل وقتی که حرکت میکنی در این سر پل که برسی دروازه اول اتفاقت میکنی. تو موحد بودی میگی بله، کلمه خواندی بله. چند تا نماز قرضدار استی؟ والا دفتر اعمالشه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. سابق موبایل نبود یا کامپیوتر نبود که برشان نشان میداد. حالا ما شما خب میفهمیم که اگه 10 سال پیش هم در عروسی رقصیده باشی حالا فیلم تا برات پلی میکنه. سیزنه این حاله فمن یعمل مثقال ذره برش میگه این سه که وقت نماز است تو چی میکنی؟ قصه میکردی. چرا از جان؟ چرا استاد دایی دوادی نماز دیگر کل مسلمان ها نماز میخوادن تو قرار در قصه مصروف بودی؟ حالا اشتباه شد خلاص استاد باش بندازی نمی 4 رکعت نماز دیگر که از پیشت رفته سیس نه؟ دی پل صراط چی کن؟ این حال در پل صراط که 1 ثانیه استاد شدی قفای پای در میگیره مغز سر در جوش می خود به خود سقوط میگیری رو آتش دوزخ. از این خاطر به جنت که هست هر کسی که با لا اله الا اللهش خراب نشده باشه. اگر این افکار کس متاثر بود خود وقت از دروازه که دوزخ رفتن، اما اگر از این نجات پیدا کردی در پل صراط از پیش تو پرسان میشه. از این خاطر یک کسی در 1 دقیقه به جنت میره، یک کسی در 10,000 سال بعد. یک وقت میگه که توتگک زغال از پیش جور شدن اما تو روان است. کجا میری زغال جان؟ میگه حالا 70 در گرفتم 70 در گرفتم 70 در گرفتم زغال گشتم. الله حفظ کنه بسیار سخت است. باز میگه اینجا که آمد باز دان دروازه جنت باز سرش آب میپرتن میشوین باز پس این آدم سیایش گم میشه. باز برش میگه سلام علیکم طبتم، آل پاک شدین. پاکی چی قسم میشه؟ یا در دنیا با توبه خدا پاک میکنی، از اعمال گناه توبه میکنی و اعمال نیک میکنی پاک میشه گناه، یا در دنیا مریض میشی با مرض پاک میشی، یا در زندان میری از او طریق پاک میشی، یا مقام شهادت حاصل میکنی گناه پاک میشه، یا اگه در این چیزا برابر نشدی در قبر خوب زدن میخوری، قبر غیر راست که چپت خوب اما تو میچسبه پاک میشی. اگه باز اونجا پاک نشی در میدان حشر 50,000 سال در میدان حشر که ماندی اونجا گناهت پاک میشه، عذابا رو میبینی. و اگر اونجا نشی در پل صراط وقتی که خوب پاک شدی رفتی دیگه گناه نمان، باز جنت که از جای انسانهای پاک است. باز میگه سلام علیکم طبتم، سلام بر شما، شما پاک شدین، فادخلوها